دوستای عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستین خوشحال و موفق باشین. شما را خوش آمدید میگم به اولین ویدیو یوتیوب چینلم و اولین ویدیویی من خواستم در مورد خودم باشه، یعنی خودم براتون معرفی بسازم. کسایی که مرا میشناسن خوب، کسایی که مرا نمیشناسن بشناسن. اگر دوست داشتن مرا حمایت کنن. قبل از اینکه برام من برای خودم معرفی کنم، از شما عزیزان میخوایم که برین همین الان چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشید و این ویدیو رو هم لایک و کامنت کنین. من ارسلان نوری هستم، 15 ساله هستم، از کابل هستم، یعنی در کابل به دنیا آمدیم، در کابل زندگی کردیم، در کابل درس خواندیم و همچنان مدت 1.5 سال میشه در اینستاگرام فعالیت دارم و فعلا تصمیم گرفتیم که فعالیتم را در یوتیوب هم آغاز کنم. همیشه وقت من گفتیم که شما خانواده دوم هستید و از تک تک شما عزیزا سپاسگزاری میکنم که مرا تا اینجا حمایت کردین و خواهان حمایت های بیشتر شما عزیزان هستم. من از شما عزیزان دو خواهش دارم. خواهش اولی می است که در زیر ویدیو کامنت کنین که شما چه سبک ویدیوها را دوست دارین، یعنی ویدیوهایی که من براتون میگذارم شامل چی بخشایی باشه. مثلا اگر ولاگ دوست دارین کامنت کنین که من مثلا براتون ولاگ ثبت کنم. چالش اگر دوست دارین که چی با دوستایم که در اینجا هستن یا هم چی دوستایی که در سوشیال میدیا همراهیم هستن معمولشان چالش انجام بدم. اگر دوست دارین حتما کامنت کنین و یا همی که آشپزی باشه، مثلا من براتون آشپزی کنم. گرچه هم یاد ندارم اما کوشش خودم میکنم که یک ویدیوی آشپزی داشته باشم در یوتیوبم. من همیشه وقت کوشش میکنم که ویدیوهایی که میسازم، کارهایی که در سوشال میدیا انجام میدم و میل دل شما عزیزان باشه، چون نظر شما عزیزان خیلی بر من مهم هست و من همه زحمت هایی که میکشم یا همه کارهایی که میکنم به خاطر شما میکنم. و خواهش دومی است که چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین، ویدیوهای من لایک و کامنت کنین و مرا حمایت کنین. خیلی دوستتان دارم، زیاد پر حرفی نمی کنم. این ویدیوی من به همینجا به پایان میرسانم تا یک ویدیوی دیگه که دوباره من در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.